سلام خدمت همه دوستا و عزیزا، انشالله همگی خوب و صحتمند و سرحال باشین. یک تحلیل جامع داریم روی طلا، هم از لحاظ تکنیکال هم از لحاظ فاندامنتال، جهت کمک به تمام شما عزیزا و انشالله که بهترین استفاده را از تحلیل بکنین. ما اول براتون بگیم دوستا، تحلیل ما همه جانبه است و ما با تمام شرایط مارکت میخوایم شما را آماده بسازیم، چی به اصلاحات، چی به روندهای نزولی اگر تشکیل شود یا چی به روند صعودی که فعلا در مارکت در جریان است. درست است. و تمام از میخوایم ما شما را آماده بسازم و تمام سناریو ها را شما بگیرین. در تکنیکال یا در تریدینگ شما در خلاص به تریدینگ، چی تکنیکال چی فاندامنتال، شما باید با تمام شرایط آمادگی داشته باشین. حالا چی حرکت نزولی شود، چی رنج شود، چی صعودی شود، باید تمام سناریوها را داشته باشین، چون هر لحظه ممکن است سناریو شما چی شود، نقص شود. عدم قطعیت داخل تریدینگ این نمیست معنیش. و از این خاطر باید شما تمام سناریوها را داشته باشین. مثلا اگر فلان کار شد، من فلان کارا میکنم. اگر صعودی شد، من بای میزنم. در کجا؟ در فلان نقطه. اگر نزولی شد، من میفروشم. در کجا؟ در فلان نقطه. درست است. و چارت که شما پیشتون میبینید چارت طلا XAU USD است، تایم فریم یک ماهه که فعلا 4987 دلار آمریکایی در هر اونس است. طلای جهانی و اونس جهانی. درست است. دوستان ما میایم اول سر تکنیکال صحبت میکنیم و لا بالای تکنیکال بر شما دلایل فاندامنتالی رو میگم و همچنان شما همیشه باید فاندامنتال رصد بکنین و دقیق دنبال بکنین. خب ما دوستا اول خب میایم های مارک میکنیم و ما میایم در بود ماهانه بر شما چند چیز میگم. دوستا اول ما و آخر ما همیشه جای تسویه حساب و سیو سود است. درست است که مارکت میکرا اسمارت منی ها و کسایی که در مارکت طلا فعالیت میکنه، در هر مارکت دیگه که میان اینا فعالیت میکنن، اینا در اوایل ما و در اواخر ما دنبال سیو سود میباشن که اینا سیو سود باید بکنن و از پوزیشن های خرید یا فروش خود خارج شون و تسویه حساب بکنن. درست است. پس به همین خاطر است که شما اگر اکثر کندل های ماهانه را ببینید که یک شادو در پایین یا در بالاش قرار داره. تمام کندل های ما قسم است، ولی ما چون یک ماه متوالی سرش کار میکنیم و از این خاطر است داخل سیستم تدریسی خود خیلی ما روی کندل های ماهانه تمرکز داریم از لحاظ تکنیکال که باید دقیق رصد شود، چون خیلی مهم است اگر شما بتونید یک کندل ماهانه را شکار بکنین یا رصد بکنین یا پیش بینیش بکنین و کدش پیش برین، شما یک ماه ممراتتون ساختین. خوب است. پس به این دلیل قیمت فعلا در کجا قرار داره؟ قیمت فعلا در 4987 دلار آمریکایی قرار داره و نزدیک 5000 دلار است، طبقی که ما براتون در داخل انجمن گفته بودم که 5000 دلار گزینه 5000 دلار به قول ترامپ چیست روی میز است و میتونیم روش حساب باز بکنیم. و فعلا هم سناریویی که میتونیم فقط اول تحلیل میکنیم، بعدش نقاط ورود مشخص میکنیم. درست است. ما میتونیم این مد نظر بگیریم که طلا یک بار میتونه بره به قیمت های 5080 5100 با می کندل ماهانه که 5 روزش مانده و از اینجا چی کنه، یک شادو به سمت پایین بزنه. خب این خوب فکرتان باشه که ما میم سر از این گزینه. چرا؟ چون نرخ بهره قرار است سر به سر حفظ شود. تمام پیش بینی های امیسته. اگر نرخ بهره سر به سر حفظ شود چی میشه؟ منجر به تقویت کوتاه مدت دلار میشه. اگر دلار کوتاه مدت تقویت شود چی میشه؟ در مقابل طلا باید یک ریزش بکنه یا یک اصلاح داشته باشه. خوب است. از این خاطر ما میگیم مثلا تا این نقاط حرکت داشته باشه و بعدش یک اصلاح بکنه که قسم شادو یا قسم شادوها را از خود بانه. و سناریویی که امکانش خیلی کم است ولی بازم امکانش هست، این است که بیای یک بار خالیگاه ماهانه یا گپ ماهانه و افجی ماهانه را تا آخرین نقطه پر بکنه و خود برسانه در اینجا. اینال ما محض تایم فریم ماهانه تنها صحبت کردن نمیتونیم، چون قدرت اصلی اسمارت منی و آی سی تی و شغل تریدینگ ای است که شما مولتی تایم فریم کار کنید. تمام تایم فریم ها را باید مد نظر بگیرید. ما های ماهانه را مارک کردیم و سناریو را گفتیم. درست است که قیمت میتونه تا اینجا اصلاح بکنه و بعد حرکت بکنه. اینا میم تایم فریم ویکلی. درست است. تایم فریم ویکلی چی سناریوی ما رو تایید میکنه که تا این نقطه قیمت میتونه حرکت بکنه. گپی که ما از این نقطه تا به این نقطه داریم و عین شکل آردر بلاک ویکلی که شما اگر متوجه باشین که های آردر بلاک و هم لوی آردر بلاک، درست است که تا این نقطه را قیمت میتونه حرکت بکنه و یا تا این گپ یا تا این نقطه را که هر دو گپ به سمت بالا بگیره و بعدش حرکت داشته باشه. درست است. تا این نقاط میتونه حرکت بکنه. اینال بازم ما فقط محض تایم فریم ویکلی صحبت نمیتونیم. ما نمیخوایم زیاد تشریح بکنیم که ویدیو طولانی نشه. یک تایم فریم دیگه اگر پایین بیایم که نقاط ورودی مشخص باشه. درست است. نقطه
که ما شما های ماهانه را ترسیم کرده بودیم، درست است؟ این های ماه قبل است و اینجا ما چی داریم؟ یک آردر بلاک روزانه که قیمت میتونه تا اینجا را اصلاح بکنه و بیایه و ما چی کنیم؟ دنبال خریدش باشیم. ولی این سناریو را ما قدر تایید نمی کنیم. به خاطر چی؟ ما در آینده چارت براتون میگم. در آینده طلا چرا ما این کار را گفته نمیتونیم؟ یک زون دیگه ما شما در اینجا داریم، یک زون خالیگاه روزانه است که قیمت امکانش که تا اینجا هم اصلاح بکنه زیاد است. چرا؟ ما اول زون رو رسم میکنیم، بعدش میم دلایلش براتون میگم، درست است؟ ما این دو زون روی طلا قطعا خریدار هستیم، در هر کدامش که فاندامنتال تایید بکنه و در هر کدامش که تکنیکلی برای ما تایید بکنه، درست است؟ و اگر ما یک تایم فریم دیگه پایینتر بریم، قبل از اینکه یک تایم فریم دیگه پایینتر بریم، ما شما لوی روز قبل چی میکنیم؟ همیشه مارک می‌داشته باشیم. چرا؟ چون اینجا پر از لیکویدیتی هاست، پر از لیکویدیتی هایی است که اسمارت منی عاشق همیناست که بیاید اینا رو یک بار سویپ بکنه و بعد حرکت بده قیمت به سمت بالا. یک تایم فریم دیگه اگر پایین بریم، به به، اصل صحبت ما شما روی تایم فریم 4 ساعت است. قبل از اینکه بریم صحبت های خود درباره نقاط ورود صحبت کنیم، ما میایم یک چند دانه دیتا های فاندامنتال که به دست ما رسیده که شما شریک بسازم. یک از اون دیتا ها دوستایی است که گلدمن ساکس، درست است، پیش بینی خود برای قیمت طلا تا پایان سال 2026 از $4,900 به $5,400 افزایش داده که ممکن افزایش هم بده نظر به شرایط فعلی که ما میبینیم و چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ فاندامنتالی و اقتصادی طلا میتونه حتی تا $6,000 حرکت بکنه، ولی معلوم نیست تا چه وقته، درست است؟ شاید تا پایان سال 2026 یا هم در سال 2027 6000 6500 با خود ببین اگر شرایط همه قسم باره، درسته؟ و چرا گپ میزنه؟ چند دلیل اصلی میاره. یکی که میگه افزایش تقاضاهای بخشای خصوصی مثل ایتیف ها و سرمایه گذارای بزرگ یا شرکت های تجاری خیلی زیاد شده، درست است؟ دلیل دومیش اسمه که بانک های مرکزی خیلی زیاد طلا خریدار هستن و این تداوم دارن با یا متواتر طلا خریدار هستن. و بحث بعدیش هم انتظارات آینده اقتصاد به خاطر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو خیلی زیاد است که هر سه از روند طلا را خیلی به صعودش بیشتر اینا کمک میکنه. این هر سه دلیل، درست است؟ جدا از تمام تنش‌هایی که هست، خب جدا از تمام جنگ‌هایی که هست، این جنگ‌ها و کنار، این ناهنجاری‌های سیاسی و کنار که اینا باشه، او رو در وایس ما شما رویش صحبت داشتیم داخل انجمن در بالاها، درست است؟ و یکی گزینه دیگه که طلا را صعودش رو بر ما میگه که ساختاری است که طلا به خود گرفته که کاملا یک ساختار صعودی است و ما چیزی به خاطر نزولی شدن از این تا فعلا ندیدیم و فقط سناریوهای آینده است. و بحث بعدی هم که بر ما خیلی مهم است ریزش در DXY است که میریم روی DXY هم صحبت میکنیم، درست است؟ و ایناست. و یک دلیل فاندامنتالی دیگه هم داره که من او رو براتون میگم که ریسک تعطیلی دولت امریکا در سایت پولی مارکت تا 75% تا تاریخ 31 جنوری افزایش یافته که خودش یک فشار نزولی روی دلار ایجاد میکنه، درست است؟ و هر فشار نزولی روی دلار، چون طلا و دلار قیمت گذاری میشه، اینجا شما طلا رو در مقابل دلار معامله میکنین که طلا و دلار قیمت گذاری میشه و هر ضعف دلار منجر به رشد روی طلا میشه که بچه‌ای که پیش ما فاندامنتال خواندن دقیق میفهمن که چرا این کار میشه. و اینا دیتاهای فاندامنتالش است که هنوز در ساختار صعودی قرار داره و ما نشانه واضحی از تغییر روند روی طلا نداریم، درست است؟ یکی از گزینه‌ها که فاندامنتالش بود. و بیایم از لحاظ تکنیکالی روی صحبت بکنیم. دوستا شما اگر تمام اعدادهای روانی را شما اگر بررسی بکنین، اول شما بین عددهای 1000 2000 3000 4000 دلار بررسی بکنین و هر وقت که طلا از اعداد مثل 4000 و 3000 و 2000 نزدیک شده، هیچگاه از فکس 2000 و 4000 ریزش نکرده، همیشه قیمت 50 خب 50 الا 300 دلار رشد داشته. خب که در از 4000 وقتی که تیر شده این تا یک بار تا 4056 رفت و دوباره یک ریزش کرد و یک بار دیگه هم رفت. من براتون نشان بدم که این نقطه است. خب اینجا
یک بار وقتی که از قیمت $4000 رشد کرد تا $4060 تقریبا رفت و دوباره ریزش کرد تا 3944 و همچنان رفت تا 4382 و ریزشش دوباره تا کجا بود؟ 3886 که بقیه شما میتونید خودتان بک تست بگیرید. بنا به این دلیل وقتی که طلا نزدیک $5000 است و ما هیچ گفته نمیتونیم که این مستقیم از خود $5000 باید ریزش بکنه و به سمت پایین نزولی شود. نه، چرا؟ یک بار میتونه تا $5050 حرکت بکنه، حالا چی با یک کندل سعودی یا چی رنجوار یا هم تا 5000 مثلا یک ذره خوب نامد یا هم تا 5000 مثلا 100 یا 200 یا 300 حرکت بکنه و بعد شروع بکنه به اصلاحات خود. خوبه؟ و این مدت کندل ماهانم براتون گفتم که میتونه که تا آخر ماه یک شادو از خود ایجاد بکنه. چرا اینا گپ میزنیم؟ ما دوستا تاریخ 28 درست است، تاریخ 28 میلادی اینمی ما چی را داریم؟ انترست ریت امریکا را داریم، نرخ بهره امریکا را که 3.75 بوده و پیش بینیش هم 3.75 است و نظر به دیتاهایی که به دست ماست 95% یا 90% امکان از اینکه اینا نرخ بهره را به نرخ فعلی حفظ بکنن. 3.75 خیلی زیاد است. 90% الی 80% دینیم نرخ بهره حفظ میشه و وقتی که نرخ بهره دینیم 3.75 حفظ شوه ما میتونیم که این انتظار را داشته باشیم که دلار چی میشه؟ به کوتاه مدت تقویت میشه و این حفظ نرخ بهره به نفع دلار تمام میشه، البته در کوتاه مدت. چرا در کوتاه مدت میگیم؟ چون انتظارات بازار و اقتصاد امریکا کاهش نرخ بیشتر میخواه و انتظارات اینمی است که در جلسات بعدی اینا باید نرخ بهره را دگام کاهش بتن و این خیلی یک بحث مهم است و بنابراین است که ما هنوزم روی اصلاحات عمیق طلا تا با این نواحی را گفته نمیتونیم. درست است؟ این از اخبارهای فاندامنتالی. اینال تا قبل از انتشار نرخ بهره را انتظار ما این است که ما نمیگیم که عاجل بیا ایره بگیره، ایره باید دیتاهای بعدی تایید بکنه. مثلا اگر اخبار به ضرر طلا نشر شود از لحاظ فاندامنتالی درست است، میتونه که طلا از همین جام ریزش بکنه، ولی انتظار ما من حیث سریدر نداریم که عاجل بیا این قیمت ها را ببینه و اینجا اصلاح بکنه. تا تاریخ 28 ممکن، چون همیشه نزدیک اخبار مثل CPI، PPI، NFP و نرخ بهره میشیم، مارکت دچار یک حالت بی‌تعادلی و یک حالت رنج میشه و رنجوار یا صعود میکنه یا نزولی میشه و در یک نقطه خود حفظ میکنه. میتونه تا تاریخ 28 بره تا نرخ‌های 5100 5050 و تاریخ 28 اگر نرخ بهره طبق پیش بینی ها سر به سر حفظ شوه و کاهش را ما نداشته باشیم یا افزایش را نداشته باشیم، درست است، افزایش کار نداریم، کاهش نداشته باشیم، طلا میتونه وقتی که دلار خب با کوتاه مدت تقویت شود طلا میتونه یک ریزش داشته باشه. درست است که این ریزش تا کجا میتونه باشه؟ حالا میایم سر از صحبت میکنیم که ریزش ما تا کجا میتونیم داشته باشیم. اولین دیدگاه و اولین سناریویی که من خودم شخصا روی ازی کار میکنم و ما فکر میکنم که تا این نقطه را به یک نقطه خوب به خاطر خرید است و ما شخصا خودم خرید میزنم، زونایی است که ما در این نقطه داریم. یکی که زون بریکری که ما در این نقطه داریم و زون خالیایی که در این نقطه داریم که هنوز کامل پر نشده، فقط یک شادوی خیلی کوچک در این نقطه زده شده و به خاطر سوپ از لیکویدیتی ها. اولین زون مورد نظر ما به خاطر خرید روی طلا، البته ای که باز 5500 اصلاح بکنه، این نقطه است. چرا این نقطه است؟ چون یک قیمت خیلی خوب است. دوستا شما همیشه اعداد $100 $200 $1000 را ببینید. مثلا 4900 شما مد نظر بگیرین، یک بار میشه 4920. خب مقاومت مشکنانه و عدد روانی رو مشکنانه تا 4920 930 رشد می داشته باشه، ولی دوباره یک پول بک میزنه. میتونین برین بک تست بگیرین. پول بک میزنه می تا کجا؟ تا 4300 تا 4880 870 تا این نرخ را حرکت میکنه. درست است؟ من یک مثال براتون میتونم. مثلا یک بار میشه مثلا 4900 900 920 930 تا این نقطه و دوباره می تا کجا؟ تا 4880 870 اصلاح میکنه و بعدش حرکت میده. درست است که بالای اعداد روانی همیشه سیو و سود میشه. از این خاطر اگر قیمت به 5000 برسه، کسایی که از این نقطه خرید دادن، از این نقطه اینجا چی میکنن؟ تارگت های اکثر مردم 50000 5050 اکثر بانک ها این نقاط خوب به خاطر سیو و سود است. درست است؟ و اگر اینجا سیو و سود شوه و به خاطر که تهدیدهای تعرفه‌ای خیلی زیاد است، خصوصا همین
بس آخرش ترامپ کانادا را به تعرفه 100% تهدید کرده که خودش منجر به افزایش قیمت اونس جهانی میشه و همچنان دیگه اخبارایی که من براتون گفتم پیش بینی گلدمن ساکس و خیلی از بحث‌های دیگه و همچنان تنش‌هایی که در جریان است اینا میتونه که فشار سودی روی طلا حفظ بکنه و ایره ما فقط یک سویپ لیکویدیتی ها و یک پر کردن خالق و همچنان یک اصلاح زمانی میبینیم که یک اصلاح بکنه و بعدش حرکت بده قیمت درست است و این خیلی خوبه که از این نقطه ما شما باید باشیم. فرست سناریوی ما شما اینجاست، سناریوی اول درست است در اینجاست و سکند سناریوی ما سناریوی دوم ما شما میتونه به این باشه که اگر فاندامنتال خیلی قوی تر از انتظار ظاهر شود، خیلی قوی تر از انتظار ظاهر شود فاندامنتال، البته به ضرر طلا، ما میتونیم بگیم که زون بعدی ما که اینجاست به قیمت های 4750 و 4690 این نقطه رو ما براش خریدار هستیم و بدترین سناریوی ممکن این نقطه است. این نقطه است که این گپ به پر بکنه و تا این نقطه رو و ما از این نقطه چی کنیم؟ خریدارش باشیم و اصلاحات از این نباید شارپ باشه. اصلاحات از این مثلا اگر فاندامنتال خیلی قوی‌تر از انتظار ظاهر شود، یک کندل دیلی بسیار به شدت در اینجا بسته شود و کندل بعدی هم ایره همراهی بکنه، ما انتظار نداریم که این ناحیه کار بده، انتظار داریم کجا؟ به این ناحیه کار بده. عین سناریو در اینجا ما در هر نقطه که قیمت قرار میگیره باید یک پاس قیمتی را یا یک تثبیت قیمتی را یا یک تجمیع را باید داشته باشیم که اینجا قیمت تجمیع بکنه و بعدش حرکت به کجا؟ حرکت به سمت بالا، کانسولیدیشن اکسپنشن ریتریسمنت، چیزی که ما شما خواندیم. این کارا باید انجام شود که اولین سناریوی مورد نظر شخصی خودم به این نقطه است که باید ما بخریم چون روندش خیلی شارپ است و میتونه که کار شود این نقطه برای ما کار بتن. ولی چی سناریو رو نقص میسازه؟ سناریوهایی که شما طلا را اگه در این اواخر ببینید مثل از این حرکت، مثل این حرکت درست است، تخلیه سازی داخل طلا خیلی زیاد شده، خیلی زیاد اینا تخلیه میکنن. یک دفعه میبینی که با یک کندل مثل از اینجا درست است، مثل از این ایره شما ببینید، ایره تایم فریم پایینتر اگر ما شما بریم خیلی یک تخلیه سازی قوی اینا انجام دادن با یک رشد مثلا به حد 20 کندل 30 کندل و با 3 4 کندل ایره مندازن به سمت پایان و تخلیه میکنن که چی میکنن؟ اون خریدارای هیجانی را اینا از مارکت خارج میکنن و خودشان میخرن و اینجا عین شکل میتونه شوه. مثلا اگر ما اقسیم یک رشد داشته باشیم درست است، ما مقبولتر رسمش کنم، اقسیم یک رشد داشته باشیم روی طلا چی کار میشه؟ اقسیم یک حرکت ما انتظارش میتونیم داشته باشیم که حرکت کنه، البته تا اینجا رو مثلا رشد داشته باشه و بعدش نرخ بهره ما شما ببینیم سر به سر حفظ شوه که منجر به این شوه که دلار کوتاه مدت تقویت شوه و بعدش ریزش بکنه تا این نقاط که ما از این نقاط برش بایر باشیم و اگر ما یک دیوس هم بتونیم شکار بکنیم تا این نقطه رو چقدر میشه؟ $294. شما با 0.01 میتونید $294 کسب سود بکنید. سرمایه بیشتر، حجم بیشتر، رب به مدیریت سرمایه شخصی خودتان داره، من چیز گفتن نمیتونم در این نقطه. خب از ما فقط بود تحلیلی است که شما را کمک بکنم و به بدترین سناریو گفتیم که اگر فاندامنتال خیلی قوی به ضرر طلا منتشر شود، ما یک 3-4 کندل پشت سر هم مثل این کندل و اقسیم ببینیم که طلا به سمت پایین حرکت کرده، ما میتونیم که چی من نظر بگیریم؟ من حیث یک چنج اف کاراکتر، خب یا تغییر ساختار که استراکچر مارکت یک بار شفت بکنه و اصلاحات شد دوباره سلر بوده میتونیم تا این نقاط درست است و این نقطه خوب به خاطر بای است. اگر ما یک پاس قیمتی رو ببینیم و دوباره سود قیمت در این نقطه داشته باشیم درست است. ایناله سود از این ما از کجا میگیم؟ میره رپ میتیم با DXY درست است که DXY در کجا قرار داره؟ یک بار من برم DXY بر شما باز بکنم. شما اگر چارت DXY هم ببینین چون طلا یک رابطه یک همبستگی منفی با DXY داره که هرگاه دلار ریزش بکنه طلا صعود میکنه، دلار قوی شود طلا ریزش میکنه. اینجا ما شما یک کندل ویکلی میبینیم که عین شکل ما ویکلی طلا رو براتون بیارم، شما ویکلی طلا رو ببینین و همچنان ویکلی DXY ببینین. DXY اقسم یک ریزش و طلا اقسم یک صعود داشته. خب اینا ما گفتن نمیتونیم که در اولین مرحله یک کندل باز میشه چی میشه؟ اما تو به سمت بالا حرکت میکنه و ایره چی میکنه؟ پر میسازه. نه، ما این زونا را مورد نظر داریم که باید قطعا پر شود حداقل تا ایلو را حرکت بکنه. ولی چه قسم؟ شما این ریزش ببینین درست است، این ریزش ببینین یا این شارپ آمدنش ببینین، بعدش یک دفعه‌ای حرکت نکرده که پر بسازه. یک کندل، دو کندل، 2-3 هفته زمان برده که حداقل تا یک بخشش مثلا داخل از FG شده
و این نقاط هم عین شکل است، گفته نمیتونیم. یا اینجا شما ببین این ریزش شارپ یک کندل دو کندل به سمت پایین آمده و بعدش حرکت داشته. اینجا انتظارش میتونیم داشته باشیم که قیمت حداقل تا این نقاط بیایه و حرکت بکنه و چی شوه. ما برون در capital.com بر شما این نشان بدم. درست است. مثلا قیمت چیکار شوه؟ عین شکل این یک حرکت به خود بگیره و بعدش بره داخل از این گپ شوه و ریزش بکنه. اگر این کار روی DXY شوه و عین شکل ما روی چی؟ روی تلام طبق تحلیل چی را داریم ما؟ DXY او حرکت، تلام عین شکل ای حرکت شوه که نرخ بهره سر به سر حفظ شوه و از این نقطه ما برش بایر باشیم. درست؟ و عین شکل در اینجا دیگه اگر نرخ بهره سر به سر حفظ شوه، دلار چی شوه؟ کوتاه مدت تقویت شوه، یا از این دوباره ریجکت شوه به سمت پایین. این حاله ریجکت از این درست است. اگر DXY تا این نقطه پر شوه و از اینجا ریجکت شوه، به این سناریوی ما کدام سناریو را کار داریم؟ این سناریو را کار داریم. اگر DXY بره تا محدودیت در بلاک خود برسانه، کدام سناریوهای ما فعال میشه؟ این سناریوها و این سناریوها. درست است. مثلا نرخ بهره سر به سر حفظ شوه، دیتاهای بعدی هم چی شوه؟ به نفع دلار منتشر شوه که طلا چی شوه؟ طلا ریزشش بیشتر شوه. ولی بیشتر من روی از این ناحیه شرط میبندم. این ناحیه یک ناحیه خوب به خاطر خرید است، شما میتونید خرید بزنید. البته طبق چیزایی که براتون گفتم فاندامنتال بایدش تاییدش بکنه، اما تثبیت قیمتی رو در این نقطه ببینیم و شکست یک طرفه رو میتونیم که سلر یا بایر باشیم. درست است دوستا؟ و تمام سناریوها رو براتون گفتم که اگر صعودی شود چه قسم صعودی شود، اگر نزولی شود چه قسم نزولی شود و شما میتونید که مد نظر داشته باشین و طبق این معامله بگیرین. موفق کامگار باشین دوستا، ان شاء الله که بهترین استفاده را ازش بکنین. الله حافظ و مددگارتون. ویدیوهای بعدی میبینیمتون.